با سلام به دوستان علاقه‌مند به یادگیری زبان آلمانی. با یه جلسه دیگه برگشتیم، این دفعه با کاندیشنال زتس، کاندیشنال کلاوزز، یعنی جمله های شرطی. خب میگه کاندیشنال زتس sind Nebensätze, die rücken aus, dass eine Handlung nur unter einer bestimmten Bedingung stattfindet. Man bildet Konditionalsätze mit wenn, falls oder sofern. میگه که ما کاندیشنال زتس ها رو با این ستا میسازیم: when, falls و sofern، که ما این جلسه فقط when و false رو میگیم. کاندیشنال زتس Nebensätze هستن که ما چند جلسه داریم راجع به Nebensätze صحبت میکنیم. بیان میکنن که یه هاندلونگ، که یک عمل و کار خاصی تنها تحت شرایطی اتفاق میفته. جمله شرطیه دیگه. خب از دو تا بخش تشکیل شده: Hauptsatz و Nebensatz. میگه substantive clause و subordinate clause. یعنی جمله اصلی و جمله فرعی. میگه ich komme nach Hause wenn ich Zeit habe. خب میگه که من به سوی خونه میآیم اگر که وقت داشته باشم. wenn ich Zeit habe. I will come home when I have time. جمله اول هاندلونگ، جمله دوم بدینگونگ، یعنی کاندیشن و شرایط یا اکشنی است. خب میگه Hauptsatz oder Nebensatz. جمله دیگه میگه ich komme nach Hause wenn ich fertig bin. خب جمله Hauptsatz ما همیشه جمله‌ایه که مثل جمله اصلی خودمون، جمله معمول خودمون، همیشه اول فاعل بعدش فعل میاد، بعدم اجزای دیگه جمله. ایش کومه، ایش فاعل، کومه هم که فعل. ولی نبنزاتس جمله‌ای هستن که معمولا جمله فرعی و دومه و بعد از کاما هست معمولا. و مهمتر این که نبنزاتس کجا میبره؟ نبنزاتس از این که فعل میره با آخر میشینه. وقتی فعل آخر بشینه بهش میگیم جمله نبنزاتس. اینجا شرط رو داره بیان میکنه. میگه اگر که کارم تموم بشه، یعنی فرتیش بین، وقتی که کارم تموم شد، وقتی من تموم شدم، تمام شد، تمام میشه فرتیش. به خانه میروم ich komme nach Hause wenn ich fertig bin. یا مثلا میگیم falls ich fertig bin یا wenn ich fertig bin komme ich nach Hause. همونطور که دقت کردید من گفتم komme ich nach Hause، اول فعل رو آوردم بعد فاعل رو. وقتی که این جمله رو بخواید اول بیارید komme ich nach Hause میشه. خب میگه ما وقتی Hauptsatz رو بیان میکنیم یه سوالی تو ذهن ما پیش میاد. میگیم که wann kommst du nach Hause، کی اولا چه زمانی به خونه میروی، و اون تا ورش بدینگون kommst du nach Hause و تحت چه شرایطی، که همه اینا رو when بیان میکنه. وقتی که یا زمانی که یا اگر که در واقع هر ستاش معنی میده که مثلا این کارم تموم بشه. میگهش که spielen wenn das Wetter schön ist، میرم بازی کنم وقتی که هوا خوب باشه. خب اینم بازم تو که گفتیم کنیانکسیون هم یعنی حرف ربط when، یعنی اگر. این قبلش هم کاما میاد. مثال دیگه میگه wenn das Wetter schön ist gehe ich spielen. همونطور که گفتم چند تا اسلاید قبل‌تر بیان کردم، وقتی که بخواید جمله شرطی رو اول بیارید، جمله فرعی بنزاس یا جمله شرطی رو اول بیارید، بعدش بلافاصله فعل میاد. گهش اشپیلن، نمیشه ایش که اشپیلن، گهش اشپیلن. اما برعکسش همون عادی میگین ایش که اشپیلن بنیش نسبتشون است. خب میگه وان کانیش فرنزن، چه زمانی میتونم تلویزیون ببینم؟ میگه du kannst Fernsehen wenn du deine Hausaufgabe gemacht hast. زمانی میتونی تلویزیون تماشا کنی که تکالیفت رو انجام داده باشی. باز این بنزاس دیگه به when اومده. when فعلا میره به آخر. wenn du deine Hausaufgabe gemacht hast. این بالا میتونید جمله گذشته و پرفکت رو، گرامرش رو برید ببینید. این hast gemacht hast کلا گذشته است. du kannst Fernsehen هم که kannst فعل مودال هست. میتونی وقتی میتونی تلویزیون ببینی که تکالیفت رو انجام داده باشی. خب میگه ich bleibe zu Hause es regnet. خب میگه ich bleibe zu Hause es regnet. میخوایم اینو شرطیش کنیم. چیکار میکنیم؟ اون جمله اصلی که سر جاش میمونه یه کاما میذاریم when ich bleibe zu Hause wenn es regnet. مثلا دیگه فعل آخر اومده دیگه، نمیخواد حالا بر آخرتر چیز دیگه، جمله دیگه اجزای دیگه نداره. میگه ich bleibe zu Hause es regnet. خب حالا برعکسش میگیم wenn es regnet bleibe ich zu Hause. اونطور که گفتیم قاعدش این شکلی میشه. اینجا با فعلش هم بیان کردیم. میگه wann kommt er kommt wenn er Zeit hat. اون وقتی میاد که زمان داشته باشه. اگر که زمان داشته باشه اون میادش. Unterschied wenn und falls. تفاوت when و false چیه؟ تفاوت when و false این است که
وقتی که شما با wenn میگید es ist sicher dass ich komme، قطعیت sicher هستش، sicher هستید، مطمئنید که این اتفاق میفته. wenn ich morgen komme gehen wir einkaufen، وقتی فردا بیام میریم خرید. falls ich morgen komme gehen wir einkaufen، اگر فردا تونستم بیام میریم خرید، اگر شد، اگر تونستم. es ist wahrscheinlich dass ich komme، یعنی محتمله که من بیام، قطعی نیست، ممکنه. خب میگه wenn es regnet bleibe ich zu Hause، falls es regnet bleibe ich zu Hause. اینجا حالا باز مطمئن تری که مثلا بارون میاد، میگه وقتی که بارون میاد من تو خونه میمونم. wenn es regnet bleibe ich zu Hause. این پایینی میگه اگر که بارون بیاید من تو خونه میمونم. پس false همیشه معمولا احتمال رو بیان میکنه. Übung یا exercise. خب میگه bitte vervollständigen Sie die Sätze. لطفاً جمله ها رو کامل کنید. اولی شما میگیم، دو تای بعدیشو شما، دو سه تای بعدیشو شما بعد بگید. میگه wenn ich krank bin، با این حال شما سعی کنید چند تا جمله بنویسید، پاس کنید تو کامنت ها بنویسید و جوابش. میگه wenn ich krank bin bleibe ich im Bett، وقتی که مریض میشم توی تخت میمونم. bleibe ich im Bett، im Bett یعنی توی تخت، bleibe هم که گفتیم یعنی ماندن. میگه wenn das Wetter schön ist bla bla bla. شما این رو کامنت ها بنویسید و همچنین این رو. wir machen einen Urlaub wenn، urlaub یا یک تعطیلات میکنیم، به تعطیلات میریم وقتی که چی بشه، wenn wir مثلا frei sind، مثلا حالا من رسوندم بهتون، ولی در کل شما بنویسید. به پایان این جلسه رسیدیم، امیدوارم که لذت برده باشید. اگر که اینطوره ممنون میشم که لایک کنید و ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید. خیلی ممنون. تا دیدار بعدی، بدرود.